استارتاپ ویزا. امروز میخوام به شکل کاملی راجع به استارتاپ ویزا باهاتون صحبت بکنم. اما قبلش باید ببینیم استارتاپ چی هست. بذارید با یه مثال ساده براتون شروع بکنم. یه زمانی ما اگر تو خیابون گیر میکردیم و میخواستیم از یه نقطه A به یه نقطه B بریم، یا آژانس‌هایی بودن بهشون مراجعه میکردیم، ازشون ماشین میگرفتیم و ما رو میرسوندن. حالا اگر توی اون خیابون آژانسی وجود نداشت، ما بودیم و مسیری که باید بهش فکر می‌کردیم چجوری به مقصد برسه. اما سالها گذشت تا کلمه اوبر باب شد و بعد از اون توی ایران ما با واژه اسنپ آشنا شدیم. اینا در واقع همون آژانس ها بودن، منتها اومده بودن یه نیاز اساسی رو برطرف کرده بودن. در هر کجا شما دسترسی داشتید به آژانس برای اینکه از نقطه A به نقطه B برید. اسنپ و اوبر دو نمونه از استارتاپ های موفقی هستن که تونستن جای خودشون رو توی بازار رقابتی پیدا بکنن. بنابراین استارتاپ ها متناسب با نیاز زمان میان که یه مشکل بزرگ رو حل بکنن. چرا کشورها پلن ها و پروگرام های استارتاپی دارن؟ سرعت پیشرفت تکنولوژی توی دنیا انقدر بالاست که موجب میشه هر روزه مشکلات جدیدی هم برای آدم‌ها ایجاد بشه و کشورها همشون به نحوی دارن با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. اینجاست که مهاجرت از طریق استارتاپ ویزا شکل میگیره. چرا؟ چون کشورهای مختلف مشکلات متنوعی هم دارن و برای اینکه این مشکلات تو سریع‌ترین زمان ممکن حل بشه، استارتاپ بهترین پروگرام و راه حل هست. بنابراین کشورها از افراد خلاق حمایت میکنن و دعوتشون میکنن که اگر پروژه استارتاپی دارن، این پروژه رو به کشور اونها بیارن. چه کشورهایی پرطرفدارترین مقاصد مهاجرتی برای استارتاپ ویزا هستن؟ استارتاپ ویزا رو در حوزه آمریکا، کانادا، آمریکای شمالی و اروپا به شدت می‌بینیم که هست و رایجه. اما امروز من میخوام راجع به استارتاپ ویزای اروپا باهاتون صحبت بکنم. پرطرفدارترین مقاصد اروپایی فنلاند، هلند، انگلستان، استونی، ایرلند و تعداد دیگه‌ای از کشورهاست که بنا به نیازهاشون و مشکلاتشون پروگرام‌های استارتاپی خوبی رو طراحی کردن. کلیات اقدام برای این پروگرام‌ها چه شکلیه؟ شما باید یه پروژه خلاقانه داشته باشید. یه ایده توی ذهنم شکل میگیره، این ایده رو میبرم توی مارکت اون کشور، ارزیابی میکنم که قراره با این ایده چه مشکلاتی رو حل بکنم و بعد به نسبت اون مارکت میام این ایده رو بستش میدم، بهش شاخ و برگ میدم و تبدیلش میکنم به یک محصول. این پکیج که شامل ایده و محصول هست رو معرفی میکنم به یه سری شرکت توی این کشورها که اینا دانش بنیانن و نیازهای اون کشور رو به خوبی میشناسن. شرکت ها میان این پروژه ها رو بررسی میکنن و اگر مورد تاییدشون باشه یه نامه به شما میدن که اصطلاحاً بهش گفته میشه نامه حمایتی. با این نامه حمایتی مدارک هویتی، سوابق کاری و تحصیلی و البته تمکن مالی که تمکن مالی در واقع همون هزینه‌های زندگی ما در اون کشورها رو پوشش میده، مراجعه میکنیم به سفارت اون کشور و ازشون میخوایم که برای ما جواز ورود و ویزا صادر بکنن. مزیت‌های استارتاپ ویزا چی هست؟ با استارتاپ ویزا شما در سریع‌ترین زمان ممکن به همراه خانواده‌تون میتونید مهاجرت بکنید و از اونجایی که توی این پروژه ها از افراد متخصص استفاده میشه، لزوما ممکنه ازتون مدرک زبان نخوان توی این پروسه ها. چرا پروسه های استارتاپ ویزا اینقدر سریعه و روی سرعتش مانور داده میشه؟ علتش مشخصه. مشکلاتی که توی کشورها وجود داره در سریعترین زمان ممکن باید بتونه حل بشه. اینقدر همه چیز سریع شده که دولت ها تحت هیچ شرایطی نمیخوان از این جریان تند رودخونه جا بمونن و خیلی سریع مایلن که با ورود شما به اون کشور کمک بکنن به حل کردن این مشکلات. حالا یا از پروژه استارتاپیتون کمک میگیرن برای حل کردن این مشکلات یا از دانش و تخصصتون در حوزه توانمندی هاتون. بهترین کشورهایی که میتونیم توی حوزه اروپا ازش نام ببریم که اینا متناسب با پروگرام های استارتاپشون مزایای خوبی رو در اختیارتون میگذارن، فنلاند، هلند، انگلستان و استونی هستن. البته که نباید از دانمارک غافل بشیم به عنوان یکی از پرطرفدارترین و بهترین مقاصد. اینا هر کدومشون میان یه سری مزایا در اختیارتون میگذارن. به طور مثال فنلاند بهتون اجازه میده که کنار پروژه استارتاپیتون به کار تخصصی خودتون هم مشغول بشین، بتونین به عنوان نیروی کار وارد بازار کار بشین یا اگر تمایل داشتید در حوزه‌های کارآفرینی ورود بکنید و کسب و کار جدیدی راه اندازی بکنید، این اجازه رو داشته باشید. به همسرتون هم اجازه کار و تحصیل میده. هلند به همسر اجازه کار باز میده. دانمارک همینطور.
حالا انگلستان و استونیا اینا هر کدوم شرایط خاص خودشون رو هم دارن کنار این مزایایی که میتونن براتون ایجاد بکنن. اما نکته اصلی این هست که بعضی از این مقاصد پرطرفدارتر از سایر مقاصد هستن و اصولا مقاصد پرطرفدار مقاصدی هستن که شرایط اخذ اقامت در اونها راحت‌تر و تسهیل شده تره و میتونید بعد از مهاجرت هم زندگی کم چالش تری رو برای خودتون رقم بزنید. ما توی سوگیموتو ویزا چجوری میتونیم بهتون کمک بکنیم تا اگر شرایط اقدام از طریق استارتاپ رو دارید بتونید کارتون رو شروع بکنید. توی این پروسه ها به خاطر داشته باشید که حتما باید از یک پروژه قوی استفاده بکنید. ما به عنوان مرجع تخصصی استارتاپ ویزا از مجموعه ها و سازمان های کمک میگیریم که ایجاد کننده و توسعه دهنده بیزنس های استارتاپی هستند. این مجموعه ها بهتون کمک میکنن تا بتونید از یک ایده خلاقانه یک استارتاپ مورد قبول داشته باشید و بعد در سوگیموتو ویزا مسیر اقامتی شما رو هموار میکنیم تا با کمترین چالش‌های موجود بتونید مهاجرت رو که یکی از جدی‌ترین و شاید سخت‌ترین انتخاب‌ها باشه با کمترین چالش‌های ممکن به سرانجام برسونید. اگر برای مهاجرت در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین چالش‌های موجود جدی هستین بهتون پیشنهاد میکنم همین الان از سوگیموتو ویزا وقت مشاوره تخصصی رزرو کنید.